خیلیامون این باور رو تو ناخودآگاهمون داریم که دنیا یه چیزی به ما بدهکاره. در حقیقت دنیا هیچی به تو بدهکار نیست. ولی تو اندازه بارهایی که ترسیدی، خودت رو سانسور کردی و دست کم گرفتی، به دنیا نه، به خودت بدهکاری. چون فقط با بهانه‌گیری خودت رو از مسیر اصلی دور کردی. به صدای درونت گوش کن که داره میگه اجازه بده زندگی کنم. اجازه بده که زندگی کنی. تا وقتی به خودت اجازه کامل زیست کردن رو ندی، نمیتونی با کیفیتی که باید خودت رو بشناسی. و در ادامه این منجر میشه به اینکه نتونی انتخاب‌های درستی داشته باشی. چون در اون صورت انتخابات از روی ترس‌هات میاد، نه انتخاب‌های واقعیت. و انقدر مسیرت رو از روی ترس انتخاب میکنی و به در بسته میخوری تا بالاخره بفهمی و قبول کنی یه چیزی اینجا اشتباهست. و اون اشتباه همینه که به جای گوش دادن به خودت داری به باورهای از پیش تعیین شده محیطت یا ذهنت گوش میدی. تو این باور رو برای خودت پذیرفتی که اگر محیط و آدم‌های دورت انتخاب تو رو تایید نکنن و یا مخالفت کنن باهات، به خودت و انتخابت شک میکنی. حواست هست چقدر خودت رو داری نادیده میگیری به خاطر قضاوت‌های آدما؟ اونم آدمایی که اکثر قضاوت‌هاشون از روی ترس‌هاشونه؟ خیلی از آدم‌ها به خود واقعیشون اجازه کامل زیست کردن رو ندادن، دقیقاً به خاطر همین ترس‌ها و قضاوت‌ها. تو این چرخه رو بشکن. کارت رو انجام بده. تو کار درستت رو انجام بده بدون ترس از قضاوت شدن. به خودت بیشتر اعتماد کن. بدون که حد اعتمادت حد آرامشته. هر چقدر به خودت بیشتر اعتماد کنی و اجازه زیست کردن بدی، آرامش قلبیت هم متعاقباً بیشتر میشه. و از ریاکشن آدم‌ها و شنیدن نظرشون نترس. قرار نیست همه از تو خوششون بیاد و همیشه از تو تعریف کنن. تو باید یاد بگیری نگاهت روی خودت باشه و خودت رو کوک کنی. خیالت راحت. به مرور نگاه آدم‌های اطرافت هم به تو کوک میشه و اونایی که تعامل با تو براشون ارزشمنده، روش دیگه‌ای رو برای ارتباط باهات پیدا میکنن. سختی زمان این تغییر رو با جون و دل پذیرا باش و ترجیحش بده به سختی زندگی که توش نتونی خودت باشی و باورهای خودت رو زیست کنی.